دوستان درود. میخوام خیلی سریع براتون بحث اجاره خونه توی استرالیا رو بشکافم و بهتون توضیح بدم که مظنه ها به چه صورته و چطوری میشه این کار کرد. اینجا کلا چند حالت وجود داره برای اجاره، یا اینکه شما یک اتاق از یک واحد رو اجاره میکنید، یا اینکه یک واحد مستقل رو اجاره میکنید، یک خونه رو. و اخیرا من حالا میدونم که به خاطر اینکه اوضاع خیته، حتی یک تخت از یک اتاق هم اجاره میدن که حالا حمومای شیر داره، سرویس شیر داره و حالا اجارهش یه مقداری کمتره برای اون خونه هایی که حالا مستقل نیستن. و یک تخت یک اتاق اصولا از سایت های فیسبوک مارکت پلیس و فلت میت میشه این کارو کرد برای اجاره، ولی برای واحدهای مستقل از سایت ریل استیت که اینجا میبینید میشه این کارو کرد، که تقریبا فکر میکنم معروف ترین و جامع ترین سایت برای اجاره خونه باشه توی استرالیا. و تقوایی که اینجا داره میبینید که برای خرید، برای اجاره، برای واحدهایی که تا الان فروخته شده و بر اساس آدرس یا ایجنت هایی که حالا کار خونه رو دست گرفتن میشه سرچ کرد. سایت دومین هم تقریبا مثل ریل استیته، ولی حالا طبق تحقیقات و بررسی هایی که من کردم حس میکنم که ریل استیت یه مقداری جامع تره و کیسایی که تو اون هستش بعضیاش توی دومین نیستش، ولی کامل دومین رو کاور میکنه. خب بر اساس فیلترهایی که اینجا وجود داره، همونطور که میبینید آپشن های مختلفی هستش که هر کدوم از اینا رو میتونه آدم انتخاب کنه و بر اساس اون سرچش رو انجام بده. حالا اگر خونه بخواید بخرید یا بخواید خونه اجاره کنید، یا حتی موردی که فروخته شده رو میتونید از تب سوم ببینید. برای اجاره که حالا ما امروز میخوایم بهش بپردازیم، بر اساس مبلغ، مینیمم، ماکسیمم، تعداد اتاق خواب‌ها، تعداد حموم، تعداد پارکینگ، تاریخی که قراره حالا خالی بشه و اینکه چه چیزایی نیاز دارید برای این خونه که حالا فرنیشت باشه، یا اینکه پت بتونید اونجا داشته باشید. و حالا فیچرهایی که برای بیرون خونه هستش، یعنی میخواید استخر داشته باشه، بالکن داشته باشه، گاراژ داشته باشه، یه فضایی داشته باشه برای بیرون، و حالا موردهای دیگه که اینجا میبینید میتونید همه رو تیک بزنید و فقط براتون اون مورد رو میاره. و بعد از اون به مواردی که داخل خونه هستش اینجا میپردازه، که حالا سرویس داخل اتاق خواب باشه، ماشین ظرفشویی داشته باشه، استادی روم داشته باشه، کمد دیواری داشته باشه و موارد این چنینی، استخر و باشگاه و پارکت باشه کف یا خیر. و بحث حالا انرژی و تهویهش که حالا ایرکان داشته باشه، سولار پنل باشه که حالا توی بحث برق یه مقداری صرفه جویی میشه، سیستم گرمایشیش چی باشه، شومینه داشته باشه و دسترسیش به چه صورت باشه، حالا یه طبقه باشه، آسانسور داشته باشه، درش پهن باشه و از این جور مسائل. و اینجا هم بر اساس کیوردها میتونید سرچ کنید که حالا اگر مورد خاصی مد نظرتونه اینجا بزنید و بر اساس اون سرچ کنید. خب من اینجا اومدم برای محله رود 3 تا از این فیلترها مشخص کردم که یک واحد یک خوابه با یک حموم و یک پارکینگ 235 مورد آورده، که اینجا از کمترین قیمت به بالاترین قیمت فیلترش میکنم. 580 تا هفته ای، بعدش میشه 640 و 650 دلار در هفته. و اگر قیمتش رو بر اساس گرونترین به ارزونترین بذارم 880 دلار هفته ای و بعدش میشه 850 دلار. پس بازه میشه بین 580 تا 880 دلار. اینم عکسای حالا اون واحدیه که ارزون تره، که تقریبا قدیمیه ولی حالا باشگاه و سونا و استخر هم داره. اینم پلنشه. این یکی هم که طبیعتا باید نوسازتر باشه، ویو آب داره و 880 دلار در هفته. کفش هم موکت تو اتاق خوابا. خب یه آپشن دیگه ای هم که برای سرچ وجود داره بر اساس نقشه است. یعنی شما نقشه حالا اون جایی که میخواید و میزنید و خونه هایی که هستش رو اینجوری به صورت قرمز براتون میاره و میبینید که فیلتر هم دوباره میتونید فعال کنید. مثلا اینجا برای این پلاک که 46 واکر استریت باشه گفته که این واحدا موجوده و
اینو مثلا اگر بخوایم بریم اینسپکشن کنیم، گفته $700 در هفته. اینم توضیحاتشه که چیا داره. بالکنش بزرگه، پارکینگ داره، 1 دقیقه فاصله تا ترین و ایرکان داره، جیم داره، استخر داره، دیشواشر داره. اینم عکساشه که میبینید ویو آب داره، کفش موکته و جالبه، بد نیست. آشپزخونش به نظر بزرگ میاد، همون دستشویش به همین صورت. اینم ویو بیرونش. بریم ببینیم چی میشه. خب من در محل مورد نظر مستقر شدم. اینا هم فکر میکنم که اومدن که این واحد رو اینسپکت کنن. این نمای بیرونی ساختمون هستش و اینجا هم خیابونش، دقیقا جلوش ایستگاه اتوبوسه و در نزدیکی اینجا هم تقریبا فکر 100 متر بالاتر ایستگاه قطار هستش. اینجا هم باکس های پست هستش برای واحدا و لابی ساختمون. طبقه 15 این واحده. اینجا هم راهرو بیرونیشه و حالا شوتر و بقیه اتاقایی که وجود داره و همون دستشویش تقریبا میتونم بگم بزرگه و اینجا هم آشپزخونه‌شه که اینم نسبت به واحدایی که تا الان اینسپکت کردم میتونم بگم بزرگه. تعداد کابینتاش زیاده ولی خب اوپن نیست. و اینجا هم لاندریش هستش. اینجا اکثرا همه واحدا خشک‌کن دارن ولی خب ماشین لباسشویی رو ندارن. اینجا هم اتاق خوابش که 1 عدد کمد دیواری بسیار کوچیک داره اینجا و یه دونه کمد هم اینجا گذاشتن، خیلی کمدش کوچیکه. اینجا هم ویوی آب. البته سکوش خیلی بلنده و نشسته نمیشه این ویو رو دید ولی خب به شدت زیباست و قشنگ میگیره آدم و ویوش بامزه است ویوش. ولی خب حیف این سکوه کارو خراب کرده، مگر اینکه صندلی خیلی بلند بگیره آدم. البته طبقات بالاش شیشه است، یعنی این سکویی که اینجا کار کردن بالا نرده ها شیشه ایه و دید داره ولی اینجا نداره. اینجا هم که پذیراییشه. این دوستمون ایجنتیه که قرار اینجا رو اجاره بده و کاراشو بکنه و به این صورت. اینجا هم 1 عدد جا کفشی طراحی کردن که خیلی بزرگه. اینجا هم پارکینگشه که تقریبا همه پارکینگ ها هم انباری دارن و جالبه. اینجا هم پارکینگ این واحده است که پشتش یه انباری تقریبا بزرگ داره. این هم انباری بقیه واحده است. یه سریش چسبیده به پارکینگ، یه سریاش جدا. پارکینگ موتور هم داره مجزا و حتی برای دوچرخه هم پارکینگ داره و به این صورت. جالبه، ساختمون جالبیه. اینجا هم ویوی پشتشه که یک زمین بازی برای بچه ها داره چسبیده به ساختمون و اینجا هم همون بالکنیه که الان با هم دیگه دیدیم به این صورت.